برزگره برای کشت برفت. وقتی که تخم کاشت برخی از دانه ها روی راه افتاد و پامال شد. مرغان هوا بخوردند. برخی دیگری دانه ها و سنگلاخ افتاده بر رستن رویدند و از بیابی خوش شدند. برخی که در میان خار افتاده بود بیرست، اما خارش خفگیر کرد. و نهایت دانه هایی که و خاک نرم افتادند سرسبز شدند و حاصل خوب دادند. آموزگارا، چرا تو همیشه به مردم رمز و تمثیل میگویی؟ دانستن اسرار ملکوت خداوند به شما عطا شده، ولی دیگران آن را مثل فهمند. زیرا نظر میکنند و نمیبینند، گوش میدهند و نمیفهمند. اینک معنی مثل: این دانه کلام خداست. دانه های روی راه افتاده آنانند که میشنوند، ولی ابلیس سخنان خدا را از دل ایشان میرباید تا مبادا ایمان آورند و نجات یابند. دانه های به سنگ افتاده آنند که کلام را بشنوند و بپذیرند، ولی چون ریشه ندارند ایمانشان نیز قوی نیست. وهله آزمایش که رسید سرنگون گردند. دانه های میان کار افتاده کسانی اند که بشنوند ولی در دام داروگیر روزگار افتاده اند و بار نیاورند. ولی دانه هایی که و خاک افتادند کسانی اند که کلام را بشنوند و در دل پرورند و به صبوری ثمر آورند.